با سلام خدمت تمام دوستان سایت APK1. امروز قصد معرفی که نه آموزش نصب بازی مدل کمبات 5 رو داریم، چون خیلی از دوستان درخواست داده بودن. ما هم تصمیم گرفتیم که این بازی گرافیکی رو در خدمت شما بذاریم. برای اجرای بازی خب خیلی از دوستان با مشکل برخوردن. ما این نسخه رو تست کردیم، بله کاملا درسته و مشکل داره. الان به مناسبت من یه تستی بزنیم. بعد از چک کردن اینترنت خرید برنامه رو میدید، باید برنامه حتما خریداری بشه. کنسل میزنیم. برای رفع این مشکل خب چاره نیست به جز که گوگل پلی مود و یه جستجو داخل بخش جستجو، اینجا جستجو سایت گوگل پلی بزنیم، نسخه مود شدهش موجوده و میتونید نصب. هر گونه مشکل هم داشته میتونید تو بخش نظر اینجا به من بگین. مدیریت سایت هم به ما انتقال میدن. بعد از اینکه گوگل پلی مدل رو نصب کردید، خب بازش میکنید. خب دسترسی روت میخواد، دسترسی روت بهش بدین 100%. بعد گزینه اول بزنید، اینستال ریبوت هم بزنید که مود شدهش نصب بشه. حالا به هر چی که مثلا خودتون 4 مورد میتونید انتخاب کنید، ولی پیشنهاد هم این نسخه بله. ما بزنیم گوشی ریبوت میشه. خب الان برنامه گوگل پلی مود به خوبی نصب شد و گوشی ریبوت شد. حالا که گوشی بالا اومده باید منتظر اجرای بازی بدون مشکل باشیم که الان ما میریم سر وقت بازی ببینم بدون مشکل اجرا میشه یا نه. بدون مشکل بازی اجرا میشه و میتونید از بازی نهایت لذت رو ببرید. حتی توجه داشته باشی که تو لود اولیه خب یه کمی به غلط یک فایلی که دانلود میکنه باید یه کمی صبر میکنید تا این بالا بیاد. بله همینطور که میبینید بعد 2 الی 3 دقیقه صبر کرد که بازی اون فایلی که اضافه اساس مراحلش دانلود کنه. مرحله 3 به بعدش هم الان این دسترسی اینترنت قطع شد. لازم دوباره هر گونه مشکلی یا برخورد مشکلی میتونه از طریق سایت APK1 مراجعه کنید و ما براتون این مشکل رو به خوبی رفع میکنیم. اینجا سن رو باید وارد کرد. تو میزنیم. خب بله همینجور که میبینید بازی بدون هیچ گونه مشکلی نصب شد. حتما به سایت ما سر بزنید. منتظر نظراتتون هستیم. با تشکر.